دوباره اومد استاد، دوباره مهدی قربان، ببین چه گوگولی، چقدر مامانیه. امروز چی میشه؟ aujourd'hui فردا هست demain. دیروز هست hier دیشب هست hier soir. امروز هست aujourd'hui فردا چی میشه؟ فردا هست demain. دیروز هست hier دیشب هست hier soir. bang 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 bang. امروز هست aujourd'hui فردا چی میشه؟ فردا هست demain. دیروز چی بود؟ دیروز hier دیشب hier soir. خب سلام عرض میکنم به شما، من به دوربین اینجا به من سلام، به دوربین اونجا سلام، به دوربین اینجا سلام، به دوربین شما سلام، به همه سلام. کدوم دوربین؟ قسمت 51 در خدمت شما هستیم و یادتون نره سابسکرایب کنید، فالو کنید، کامنت بذارید. چرا کامنت نمیذارید؟ چرا فقط برای سومین؟ چرا کامنت نذاشتی؟ چرا کامنت نذاشتی؟ چرا کامنت نذاشتی؟ خب چرا بریم. کامنت نذاشتی؟ ببینید دوستان، امروز و دیروز و فردا رو میخوام بهتون بگم. دفعه بعد دیشب و پریشب دیشب استاد چه گری میدیم؟ خب بعد استاد خیلی خب اینجوری شد. سلام کنم آقا خدمتش. چند بار سلام بود؟ نه 1000 بار سلام کردم. خب بریم آقا سراغ 2 دقیقه و نیم از دست بله. دادیم. امروز امروز نشه خب دیر. امروز چی میشه؟ میشه aujourd'hui میشه چی؟ امروز. aujourd'hui نگران نباشید. aujourd'hui اینجا نشه کلمات میاد. دیروز اینجا کلمات باید من کاری اینجا نیستن. کنی زندگی. دیروز پس امروز چی شد؟ aujourd'hui. امروز چی شد؟ aujourd'hui. امروز چی شد؟ aujourd'hui. لولا اینا ندارم، اونو ده ندارم، لولا و اینا ندارم، اونو ده و دا ندارم. به خدا لولا نداره، خدا ده نداره، به خدا لولا نداره، به خدا ده نداره، به خدا اون نداره، نداره، لا نداره، لو نداره، ل نداره، حروف تعیین نداره. درسته؟ امروز نشه دیروز. فردا دمان میشه چی؟ میشه فردا. دمان میشه چی؟ فردا چی میشه؟ دمان چی میشه؟ فردا چی میشه؟ فردا چی میشه؟ دمان چی میشه؟ فردا. خب شد فردا. همیشه باید نگاهتون به فردا باشه نگاه و اصلا با گذشته کاری نداشته باشی. دیروز چی میشه بچه ها؟ دیروز میشه hier میشه دیروز میشه hier. چجوری شدی؟ hier میشه چی؟ میشه دیروز. چرا این کار کردی؟ میشه hier دیروز. چرا دماغتو گرفتی و پایین؟ برای که نگاه گیر کرده بود به فردا. نگاه دیروز میشه hier. دیشب چی میشه؟ دیشب خب دیشب چی میشه؟ دیشب میشه hier soir. hier دیروز بود. soir چی بود؟ عصر بود. hier soir عصر دیروز، شب دیروز، دیشب. نمیگم hier nuit نداریم. خودتون نوآوری نکنید. این پای اینجا می‌نویسیم که hier nuit یه ضرب در می‌ذاریم جلوش که بدونید که نیست. hier حالا چرا میگن سوار ما کاری نداریم، چون سوار خب عصر دیگه. خب
آغاز شبه، ولی حالا اینا دیشب رو میگن همون دیروز عصر در واقع میگن. اینم از این و کلمات امروز به پایان رسید. خب اینم از قسمت 50 اول. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا دیدار دیگه خداحافظ بچه ها. نگاهتون رو به آینده باشه.